دست بزن. من تو اتوبان تهران کرج موندم. میتونی یه دیالوگ عرض سلام ادب و احترام کوچیک همتون حامد تبریزی. مرسی که از کانال منو دارین نگاه میکنین. در کنار امیر سلیمانی یکی از واینرهای خفن و قدیمی اینستاگرام هستیم. بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت تک تکتون. باعث افتخارم الان من هستم وکیل بشم. چاکریم. بریم ببینیم که قرار چه اتفاقی بیفته. سری قبلی اذیتت کردم. خیلی حال داد ولی هر جا میرسم میگن حامد تو اذیت شدم. خیلی مخلصم دورت بگیرم فدای ادبت بشم. قراره با امیر نفری به 5 نفر زنگ بزنین. مجازات هم در لحظه قرار انجام میشه. دیگه حالا مشخصه دیگه. این سرش کجا میفته؟ خودتون مجازات نکن که ازم. خیلی هم عالی. تو هر جا که تونستیم بزنیم. قراره در لحظه طرف مقابل مجازات بشه به این نحوه که نفری به 5 نفر زنگ میزنیم. یکی شما یکی من یکی. با همینطوری ضبط داریم. زنگ میزنیم میگیم آقا تو جاده گیر کردیم ماشینم خراب شده میای به دادم برسی یا نه. خب یه چیزی این وسط من ماشین ندارم مثلا میگم با ماشین بابامم که آره میفهمن چون دارم خالی میبندم. به نظرم جذاب باشه این ویدیو. نظرم آره ببین معرفتا رو بسنجیم دیگه یه جوری. کل اینجا تماشاگر داریم به افتخار خودتون یه دست بزنید. مرسی. کل اینجا امشب تماشاگر داریم. بریم که داشته باشیم. برو که بریم. خب آقا اول که شروع کنم. شما بزرگتری. من نوکر شما بزرگتری. من اصلا راه اگه اینطوری که من خاک رو اصلا من مهمون بلد نیستم. من یه بار زنگ بزنم یاد بگیرم. من زنگ میزنم اول به مرتضی. زنگ میزنم به مرتضی میذارم رو آیفون. هم شما بشنویم هم صدا رو ضبط کنیم. زبا فتای بر ندارم مجازات دارم. سلام سلطان خوبی؟ دور سرت دارم مرتضی فدای تو بشم قربونت برم. مرتضی من اومده بودم تهران استوری بزنم. استوری حضوری داشتم تبلیغات. نمیدونم چی شد ماشینم همینطوری خراب شد وایساد. آره هر چقدر استارت میزنم روشن نمیشه. جدی اتفاقا من الان تهرانم. کجای تهرانی؟ نمیدونم حاجی اصلا باید واسه لوک بفرستم. میتونی بیای ماشین رو بوکسور کنیم ببریم؟ لوک بفرست دارم میام سمتت. لوک بفرست. من اتفاقا شانسی تهرانم. لوک بفرست. تهرانی؟ آره چه شده درست اوکی نه من خودم درستش میکنم. داداش مرتضی من چالش داشتم واسه یوتیوب میزدم دورت بگیرم. مرسی. بهت زنگ میزنم. خداحافظ. چه خبر؟ سلامت. ولی واقعا لطفاً اینو صحنه آهسته‌اش کنیم بعدا چند بار اینو تکرار کنیم. خیلی جالب شد. عالی بود. من با کجام زنگ بزنم؟ دستمال بده بازش. اینو بده من. آره. بمونه اینجا لازم میشه. نگاه خیلی زیاد بود حجمش دیگه. نفسم کلا در نمیاد. بریم ببینیم کیو من زنگ بزنم. بفرمایید. کی نوشته شما بگین که توی اتوبان کرج موندین لطفاً. تو اتوبان بیاین کرج. منو یدک بکشین. بذار اول به محسن زنگ بزنم. محسن رو بگیرم. بچه‌ها لطفاً سکوت مطلق که صدای ماشین چه باشه. صدا اینجوری میاد. اونا داره آب میشه. ولی من نمی‌فهمم. جوابم نده من داستان میشه. سلام علیکم. چطوری خوبی چه خبر؟ محسن کجایی؟ حاجی من با ماشین بابام اومدم سمت کرج. خواستم برم سمت بشه حامد تبریزی. تو اتوبان کرج ماشین خراب شده. آره میتونی خودتو برسونی به من؟ چیو ماشین کجا میبرم؟ ببریم تعمیرگاه دیگه. آره بوکسر کنیم ببریم تا کرج. آره دیگه نزدیکی کرجم سمت کرجم. باش یه لحظه گوشی نگرد من لوکیشن رو بفرستم. حله چالش بود برف شادی خالی کردم صورت حامد تبریزی خیلی حال داد. ان عروسیت بیا ماشین تو بوکسل کنم. فدات شم. خداحافظ.
این یه فوش ریز داد بعداً بو بنده. مرسی خیلی حال خیلی مخلصم فدات شم. ریشاتو باید بری همون بعد اینو من نفر بعدی بابا نوئل شدم. آره بهت میاد. نفر بعدی من زنگ میزنم به چقدر لذت بخش چالش. دنبال با معرفت ها میگردی معلوم. صدا چیلیز بیلیز میدی. این خیلی سرش شلوغه. من همینطوری چرخیدم پیداش کردم. فعلا خدا نمی‌باشه. الان باز باید بزنم؟ نه دیگه. بذار زنگ میزنم به محمد. برف اعضای واقعا هماهنگ نکردیم ما اینو که فکر کنیم. همه در دسترس نیستن. اشغالن. یه بار دیگه بگیر. من هنوز صورتم فرست. شماره مورد اشغال است. میخوای به دوستای من زنگ بزنم بگم محمد تبریزی رفت. اشغال است. اینم اشغال است. کی بود؟ محمد عباسی. با کی اینقدر حرف میزنی عباسی؟ واقعا با کی حرف میزنی؟ اینقدر خیلی طولانیه. ماشین نداره. جیلیز ویلیز میکنه همه جامون. بذار به چیز زنگ بزنم. ایمانه اسمش. این اسم یکی دیگه رو سیو کردم. مخفی سیو میکنی؟ آره. ایمان و جعفر سیو کنی؟ ایمان جان سلام. سلام عرض ادب. دورت بگردم. خوبی سلامتی؟ داداش من تو اتوبان تهران کرج گیر کردم ماشین خاموش شده. خب میشه بیادبی منو یدک بکشی؟ آره داشت لوکیشن بده میام الان. من نوکرتم داداش. خب الان میای الان؟ آره بده الان راه میام. داداش دورت بگردم. چالش بود. مرسی از لطفت. الان برف شادی رو خالی کردم تو صورت امیر سلیمانی. مرسی قربونت برم. تو ثابت شده ای که بهت زنگ زدم. عشق داداشی ایمان جان. خیل ثابت بعدای شدی. تو دورت بگردم. فعلا خدا. ولی اگه مونی بازم میام بگو برف شادی هم اگه کم آوردی بگو مثلا 17 تا دونه برف شادی زد. عشق منی. مرسی قربونت. فعلا فدات شم. خدا. ایمان درده ببینن ایمان. لاغون زاده من هر نیم بود. من بزنم گوشیم برف شد. زندگیمونو برف گرفت. به کی زنگ بزنم؟ به منوچهر زنگ بزنم. منوچهر آقا چه صدایی میده برای آره داره خورد میشه. همه آهنگ پیش. سلام چطور؟ سلام مخلصم. خوبی؟ فدات شم. ردیفی؟ آقا قرار از مزاحمت من داشتم میرفتم کرج پیش محمد تبریزی اینا با ماشین بابام گیر کردم تو اتوبان کرج. ماشین خراب شده. میتونی بیای برسونی خودتو این سمت ماشین رو بوکسل کنی ببریم سمت تعمیرگاه جایی؟ آره چرا نه؟ باشه فرشم. الان برات میفرستم. یه دقیقه گوشی نگه من لوکیشن رو حامد خالی کنم. چالش بود. دمت گرم منو چه جیگرتو. اون خوبه. حالا من زنگ میزنم. خدا حافظ. بابا نوهر شد. نمیتونم بهت نگاه کنم. چقدر حال میده. زنگ بزنم. یه چیزی داره تو گوشم میگه. آره همش اشغال است. محمد عباسی با کی داری حرف میزنی؟ اینو باید آخر داستان مشخص کنیم داشت با کی حرف میزد. داداش مهدی زنگ بزن. آمتیه؟ آمتی نظری. بله. من به کی زنگ بزنم؟ من 2-3 تا رفیق بیشتر ندارم. داش مهدی سلام. نوکرتم خاک پاتم فدای توشم عزیزم. داش مهدی شرمنده من تو اتوبان تهران کرج موندم ماشینم خراب شده. میشه بیای ماشینو بوکسور کنیم؟ آره داداش الان من تو چیزم کرج به سمت چیز گرم داره. باشه داداش. میای داداش؟ آره
یه دقیقه گوشی باش مهدی فدای معرفتت بشم سلطان پرچم دار چالش بود دورت بگرم من بهت زنگ میزنم پرچم دار دمت گرم اسپره رو خالی کردم رو صورت امیر سوری باره عشق ولی بلن نوکرده قلب ولی بلن خدا اون یه اینقدر با معرفت نباشید یه تایمای بی معرفت بود آقا من یه انگوش کلن سالم دارم بقیهش برفیه نیما رو بذار پیدا کنم نیما اصلا این وسیله نداره با چی بیاد دنبال من چطوری؟ اوکرتم خوبی؟ آقا من اومدم سمت کرج می‌خواستم برم پیش حامد تبریزینا بعد با ماشین بابام بودم گیر کردم یا اون ماشین خاموش شد بغل اتوبان میتونی یه حرکتی بزنی با یکی پاشی بیا اینجا دنبال من؟ کجایی؟ ببین تو اتوبان کرجم نرسیده به کرج باید بهت لوک بدم علی لوکو واسم بفرست من میرسونم خدا فدات شم نبی وایسا دقیقه چالش بود بذار این برف شدی خالی کنم صورت حامد حله جیگرتو میبینمت این بازی رو حتما تو خونه انجام بدین خیلی خوش می‌ذاره بو وایتکس میگیرین یه بوی بدی این داره تموم میشه دیگه داره تا صبح داریم آره تا صبح داریم هم این اشغال اون زر اشغال است این عباسی باید بالاخره بگی داشتی با کی صحبت می‌کردی اینجوری نمیشه بیش چند تا زنیم؟ 3 تا منم 3 تا زدم از نمیباشه آقا اینا هر دو تاش دیگه یه برف شدی حساب میشه دیگه 2 نفر در اساس چرا نباید دیگه در اساس باشه رفیق آدم باید بزن به حامد کیش بگو اومدم قش و اینجا گیر کردم رفیق با معرفت میخوام بهتون نشون بدم اینا رو اینجوری میکنی هایلایت میشه اینجا رو نگاه کنین پراتون بریزه قشنگ گفتی در حال حاضر بیا اساس نباشه وایسا آقا نداره 3 نفر جواب ندن یه پیس نداره یه ریز نداره من نمیدونم این چه قوانینیه باید در دسترس نباشن هم باید یه چیزی بزنیم الان همین بعد به هر کی زنگ بزنم در دسترس کارما سری پس میدم میخوره نمیدونم چرا همه جان تو هم میخوری؟ داش محسن داش محسن خیلی مخلصم نوکرم دور سر آقا محسن ببخشید وقت تو زیاد نگیرم من تو اتوبان تهران کرج ماشینم خراب شده میتونی بیای ماشینو بوکسور کنی؟ داداش بوکسورجی الان میام بالا سر زنگ بزنیم تعمیرها بیاد الان توی چیزم سر تهران سرم دارم میرم مازادی 20 دقیقه دیگه لوکیشن بده پیشتم یه دقیقه گوشی داش محسن فدای ادب و معرفت چالش بود دورت بگردم مرسی داش محسن عشق منی ها محسن چالش بعدم ویدیوشو میبینی قربت برم چالش نکبار من وسط ویدیو هم بعد نوکردم داشت من میدونستم آدم با معرفتی هستی به شما زنگ زدم بهت زنگ میزنم بریم علی کماندو رو بگیرم انشالله بگی خب بابا باید یکی بگی نمیاد یکی به بازه آره وگرنه جواب بده دیگه سلام داشت علی خوبی؟ فدات شم چاکریم آقا من داشتم میرفتم کرج با ماشین بابام بعد لب اتوبان ماشین خاموش کرده گیر کردم میتونی اتوبان تهران کرجم دورت بگردم یه لحظه صبر کن چالش بود داشت علی حامد و من الان برف خالی کردم جیگرتو جای گیر نکردم مراقب خودت باش آره جیگرتو حاضر یه فدات شم خاک پاتم جیگرتو آدم حالا به بابام زنگ بزنم بگم فلانجا گیر کردم یه استپ بگیر ربط میکنه اصلا بهش ربطی نداره داشت ساکت
حاج حامد سلام. سلام داداش. دورت بگردم خوبی؟ من خاک پاتم دورت بگردم نفس منی با زحمت های ما چیکار میکنی؟ عشقی داداش شبانه روز فکر یه کیش و یه حاج حامد. علی اولادش ایران و حامد فرمان. من خاک بادم آقا حامد ببخشید من یه مشکلی پیش اومدم قش من دیگه به کسی نگفتم من اینجا گیر افتادم تنهام گفتم میشه پاشی بیای پیشم جزیرهش که من من بیمارستانم یزدان و زهرا دخترم مثبت شدن اومدیم الان بیمارستانیم. من نوکرتم فدای تو بشم داداش. چیزی افتاده؟ نه کمکی لازم داری من بیام؟ نه شما بگو مشکلی چیزی هست من زنگ میزنم بچه‌هش. من نوکر گفتم یه دقیقه بیای پیشم کارت داشتم خودتو. نمیشه بگی اگه مشکلی هست من سریع پیگیری کنم؟ نه خاک پادم فدای مرد خودتو نیاز داشتم بودم تنها. بگو اگه کاری هستم برمیاد مشکلی هست اونجا تو پیگیری بزن، کنم. تو بزن. آشنایی پیدا کنم حرف ببینم. بزنی آخه. نه تو بزن وایسا یه دقیقه خب ریز هایلایت کار کنم. داداش حامد من نوکرت من نوکرم چالش بود واسه یوتیوب داشتیم کلیپ ضبط می‌کردیم فدای معرفت بچم ولی از احوال بچه‌ها منو باخبر بذار زنگ بزن حتما انشالله که مشکل پیش خودت اوکی؟ من سعادتم منم یه خود چیز دارم ولی اون دکتر واسه یه هفته‌شو قرنطینه کنید خودتونو ببینید چی میشه. کیش خیلی وضعیت کیش قرمزه. تو رو اول همینطوره. اه. خیلی مواظب باش. خودت الان حالت خوبه خانومت حالش خوبه؟ یه خود فقط برندرد و تب و نمیدونم سرفه و اینا داریم. داداش کمکی چیزی هر داستانی بود من نوکری تو میکنم عشقانی. خاک پاتم من نوکرتم فدای معرفت شما معرفتت ثابت شده است که ما به شما زنگ زدیم داداش دورت بگم کم به شما زحمت نمیدیم ما فدای تو بشم به خانواده سلام برسون باز من زنگ میزنم حال بچه‌ها رو میپرسم دورت بگردم فعلا قربونت برم مخلصم یار قربونت برم این حالا از شوخی گذشته واقعا این حتما واسه مشکل پیش اومده بود صدا اون آمبیانس که میاد واقعا مشخص بود بیمارستان یه جای شلوغه هیچ موقع دروغ نمیگه و واقعا اگه تو بیمارستان و بچه‌هاش اگه مریض نمی‌شدن مطمئن باش نمی‌پرسید واقعا میومد تو رو خدا مراقب خودتون باشی میبینید که الان داره میگه وضعیت خیلی خراب بود چه عجب شما این بازی رو باختی یه بار شما باید یه زنگ دیگه بزنید تا ببینیم اگه 5 تا مگه زدی تو بله من پنجمی بزنم اگه اون نفر پنجم شما تایید داد من باختو قبول میکنم بعدم باختم خب من اصلا نمیدونم ولی واقعا باخته شیرین بود چون نفر پنجم ما گفت آقا هر مشکلی داری به من بگو زنگ بزن به بچهای قشم آدم خیلی درست حسابی آدم خیلی ببین من دارم به یکی زنگ میزنم ریسکیه نمیدونم نفوس کوچه بازار رفیقای خوب داره جان میگم من نمیدونم به این الان زنگ بزنم یا نه این ممکنه موقعیتش جوری نباشه بتونه ولی بچه باحالیه چون زنگ بزنم احتمالش هست ببازم چون ممکنه جایی باشه و نمیدونم ما که این همه برف خوردی بگم جواب ندی که نباید بزنی جانم سلام داداش خوبی؟ سلام عشق من فدات شم چاکر آقا من با ماشین بابام اومدم تو اتوبان گیر کردم میتونی یه جوری حالا با یکی از بچه‌ها یا با اسنپ خودتو برسون به من کجا گیر کردی؟ من تو اتوبان تهران کرجم تهران کرج؟ آره یه چکم الان نمیتونی یعنی بیای تا کی؟ تا نیم ساعت دیگه فکر کن نیم ساعت 40 دقیقه دیگه کارم تموم میشه دارم چیزی میکشم یعنی نیم ساعت 40 دقیقه دیگه میای دیگه ها؟ نیم ساعت 40 دقیقه دیگه میای دیگه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه از اینجا حرکت میکنم داره میپیچونه تو بگو این ساعت 40 دقیقه دیگه میاد نمیاد اون نمیاد این اصلا بلاکش شماره چه حذف کنیم من این چالش بود ببینم دهن تو بیا اگه گفتم میاد نه قبل از اینکه زنگ بزنم گفتم شاید جای گیر باشه ولی زنگ زدم رفاقت توهم داره داداش رفاقت توهم داره بعد از سمجیرت مراقب خود باش اول فاز زور بدم سمجیرت خدا ولی من نمیخوام رفاقتت پایین برم بخوره ولی قبل از اینکه زنگ بزنم گفت مطمئن نیستم بیاد اصلا شک داشت نه آخه گفتم موقعیتش ممکنه جایی باشه دیدی گفت قرچک ورامینم آره اونجا دوره پس شدیم مساوی میریم برای زنگ بعدی دوستان میریم برای من آدم ندارم دیگه زنگ من چیکار کنم میریم برای زنگ تماس بعدی به چی زنگ بزنم من چیکار کنم من بدبختم من فقرم
ساغرم برای خرید این پیشواز عدد 7 را وارد 7 کنید. وارد کنیم. با این است که ما مراقب. الو داش محمد سلام. سلام زندگی. خاک پاتم. دورت بگردم قربونت برم فدای تو بشم. داش محمد جان داداش من اومدم سمت تهران ماشین خاموش شده حرکت نمیکنه. میشه بیاید داش اینو یدک بکشیم؟ آره چرا نمیشه؟ من نوکر جان الو تازه پاک کردم الو. محمد. یه دقیقه گوشی رفیق به این میگم داشتم بعد اوکیه. داشتم حله. دورت بگردم داداش داداشم. چالش بود بهت من زنگ میزنم. مرسی از ادب و معرفتت دوست دارم. خاکتم فعلا مخلصم خدا. رفیق اینه. رفیق رو ببین رفیق نچکار من رو برد. رفیق اینه. زایی نیزم. یه حجم کذابت اینجا. من دوباره باید زنگ بزنم. آره. میاد. آب افتخار امیر تا اینجا دست بزنی. دورت بگردم. مرسی. ممنونم. خواهش. بذار من یه آدم پیدا کنم بهش زنگ بزنم. به کی زنگ بزنم؟ بذار اسم قدم پول بگیرم. خوبمونه که کاره ادیت کلیپمون رو خیلی بیشتر انجام میده. این دیگه اصلا نمیاد. سلام علیکم. سلام داداش خوبی؟ فدات شم. دورت بگردم. بابا چقدر نمی ساعت دیگه بودم بهت زنگ بزنم. من اصلا چیز داده به دایش فدات شم. ببین میگم که من یه جا گیر کردم. خب تو اتوبان ماشین خاموش شده گیر کردم. کجا؟ فدات شم. تو اتوبان تهران کرجم. من یه لوکیشن بدم بیای دنبالم. باشه دیگه هر جا بودی بگو بیام. فدات شم. یه لحظه گوشی نگه می‌داری؟ رخ بده. داداش حل چالش بود. انا حامد تبریزی غرق برف شدی. مراقب خودت باش. جیگر فدات شم. دهن تو سرویس مشکل نداره میتونی بگی فدات شم. جیگر تو فدات شم. خدا باز مساوی شدیم که یه دونه تو سوخت دادی یه دونه من به نظر من از شانس خوب من و تو ما رفیقای با معرفت و مشتی داریم. آره واقعا تا صبح هم زنگ بزنی همینه که هست. همشون میان. و من رفیق اینجا زیاد دارم. اگه به کسی زنگ نزدم من رفیقام اینجا نشستم پشت دوربین. و اینکه دم تک تکتون گرم که تا این لحظه ما رو نگاه کردین. آقا امیر سلیمانی همیشه برنده بود و هست. دورت بگردم. من کوچیکم. به افتخار آقا خودتون یه دست بزنین. مرسی هم نگاه قشنگتون که ما رو تا این لحظه نگاه کردین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. خاک پای همتونم. خیلی مخلصم. مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم. مرسی. خداحافظ. ولی من می‌بودم زنگ می‌زدم. نه من یه آدم نداشتم زنگ بزنم.